مهایو خیدیروا طول 8 سال در فدراسیون روسیه همچون مهاجر مهنتی فعالیت داشت. با وجود همه تلاش‌ها، سالهای آخر شرایط دشوار مهنت، محدودیت بود و باش و فشارهای روانی مهایو را وادار نمودند که برای دیگر کردن سرنوشت خود تصمیم جدی بگیرد. من مثل دیگر دخترها زنها هر سال به شهر روسیه سفر می‌کردم. در همونجا مثل آنها کار می‌کردم و یک روز فهمیدم که من تا آخر حیات در میگراسیون گشته نمیتوانم. من باید حیاتم رو دیگر خیل کنم، چون که در دل نیتم بود، آرزوهام بود. یک روز کار уволиться کردم، رفتم به учебный центр به رفته собеседование گذرانده به کسمتولوژی داخل شدم. شکل کسمتولوژی داخل شده. همین طور همان روز من حیاتم رو تماما دیگر کردم. آرزوی مهایو عملی گشت. او کسمتولوژ شد. او یکی از اولین متخصصان صاحب معلومات کسبی در شهر کانیبادام به حساب می رود. عین زمان مزاجان زیاد دارد و فعالیت خود را خوب به راه مانده است. به دو دختر جوان نازکی های این کسب را می آموزاند تا آنها نیز صاحب کسب شوند و در آینده در زندگی با مشکل ها روبرو نگردند. با وجود این هر کار دشواری های خود را دارد. کسمتولوژی هستند که با نرخ معین کاربری میکنند، نرخ معین را پیشنهاد میکنند برای مزاجا. کسمتولوژی هستند که خیلی خواهند نرخ میمونند. خواهند نرخ را جدای هم پست میکنند، خواهند بلند میکنند. یگان خیلی قالب معینی نرخ نشان نیست. نکی این سخنهای من به همه کسمتولوژا تعلق ندارد. همین را گفتنی بودم که اینم یک معما می باشد. مزاج سونی حیران میشد که یک کسمتولوژ یک نرخ، یک دیگرش به تماما نرخ دیگر. من خودم کسمتولوژ استتیست 4 разряд. یکم معما در کسمتولوژی این نبودن مخصوص پرپارات‌ها که ما باید با همین خیلی پرپارات‌ها کاربری کنیم. ما به شهر مسکو، شهر سنت پترزبورگ همین پرپارات‌ها رو زکاز میکنیم. ما 2 بار دستافکا شده میبود. یک بار کوریر دستافکا میکند معین آدرس به، از دیگر آدرس با به تاجیکستان دسترس کردن در کار. همین پرابلمه. مهایو با مقصد وسیع نمودن دایره فعالیت و خدمت رسانی به دختران با عنوان شهر کانیبادام برای بنیاد مرکز سالمگردانی به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کانیبادام مراجعت نمود. به او قطعه زمین جدا کردند. سال گذشته او به ساختمان مرکز سالمگردانی آغاز کرد. اما مبلغی در مهاجرت کار کردهش و والدانش تنها برای ته‌کرسی بنا و حق خدمت اوستاها رسید. وقتی که من به ساختن همین بنا شروع نمودم با یک چند معماها دچار شدم. یکم معما این مبلغ گذاری همین ساختمان بود. وقتی که من به بانک ها مراجعت نمودم، فایز بانک ها نهایت بلند بود. برای همین از بانک پول گرفتم و ترسیدم. من با مبلغ خودم و با مبلغ گذاری پدرم ساختن همین بنا رو شروع نمودیم. همچنین وقتی که ما به ساختن همین بنا شروع نمودیم، یافتن اوستاهای کسبی خیلی دشوار بود و ما قریب 1 سال خود را تنها برای جستجوی اوستاهای کسبی صرف نمودیم. برای دستگیری فعالیت زنان و رشد صاحبکاری آنها در تاجیکستان، برنامه دولتی رشد صاحبکاری زنان برای دوره تا سال 2027 قبول شده است. هدف اساسی برنامه بلند برداشتن مقام زنان در جامعه و فراهم آوردن امکانیت‌های برابر در ساحه صاحبکاری است. برنامه جهت بهترسازی شرایط فعالیت، جلب سرمایه و دسترسی زنان به ذخیره‌های مالیوی امتیازناک روانه شده است. نقشه اجتماعی تشکیلات ما این دستگیری زنها می باشد. یکم درجه این به زنهایی که محتاج هستند و میخواهند که امکانیتشان را وسیع کنند، صاحبکاریشان را وسیع کنند. تشکیلات ما همه وقت تیار هست به آنها کمک رسانند و یاردم خود را رسانند. به معلومات سازمان بین المللی مهاجرت و معلومات‌های دسترس در 11 ماه سال 2024 از ولایت سوق 144,448 نفر به مهاجرت مهنتی رفته‌اند.
که بیش از 23,000 نفرشان را زنان تشکیل دادند. سهم زنان در مهاجرت تقریباً 25% را تشکیل داده، بازگشت آنها بیشتر می باشد. 7400 نفر زیادتر برگشتند. جریان بازگشت فعالتر است. طی سالهای آخر وضعیت مهاجرتی مهنتی خاصه برای شهروندان آسیای مرکزی در روسیه، فدراسیون روسیه خیلی مشکل شده ایستاده است و این دو عامل دارد. یکمش منتظم برگزار کردن ریدها و نظارت جدی از بالای مهاجران مهنتی و دومش تغییرات وارد کردن به قانونگذاری کشور روسیه و خیلی اوگه است. بیش از 10 قانونگذاری ها به عمل آمدند که به واسطه به سمت مهاجرت مهنتی روانه کرده شدند و یکی از تغییرات آخرین این از 1 ایول توسط قرقات وارد گشتن مهاجران مهنتی به روسیه می باشد. همزمان باید بگوییم که ریدهای گوناگون مشترک از طرف مقامات حفظ حقوق روسیه، همزمان وارد کردن رویخط سیاه با مدتی دراز دیپورتاسیون یا که منع ورود تاثیر خود را به مهاجران گذاشته ایستاده است. مقامات محلی با مقصد کاهش مهاجرت مخصوصا بین زنان یارمارکه‌های جاهای کاری خالی و ترینینگ ها برگزار میکنند. آنها اینچنین با شرکت‌های محلی و بخش خصوصی همکاری نموده امکانیت‌های شغل را زیاد می‌کنند. در شعبه اگنسی مهنت و شغل اهالی در شهر کانیبادام زیاده از 100 نفر زن‌های بیکار به قید گرفته شده‌اند. در ما عین حال 50 جای کار خالی موجود است. ما می‌توانیم زن‌هایی که مثلا با چی کار کردن می‌خواهند با کار تامین کنیم. ما آنها می‌توانیم که معلومات عالی تا میانه مخصوص با جای کاری خالی در کارخانه ها با کار تامین کنیم. همچنین برای آن زنهایی که از مهاجرت مهنتی برگشتند و زنهای خانشین هنگامی به ما مراجعت کردند به پول به خواندن میفرستیم تا که آنها در آینده صاحب کسب و هنر شوند. بنا به گفت مهیا، مهاجرت مهنتی پهلوهای مثبت نیز داشت. محض در آنجا او انتظام مهنت و مسئولیت شناسی را آموخت. حالا باشد برای به انجام رسانیدن ساختمان مرکز سالمگردانی آماده است با تشکیلات و مؤسسه ها و صاحبکاران همکاری نماید.